سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام از چیزایی براتون بگم که احتمالاً درباره نویسنده بزرگ هیچ وقت نشنیدین. از کسی که موقع اعدام نجات پیدا کرد و عفو خورد و کسی که وصیت کرد همه کتاباشو بسوزونه. با من همراه باشین، بزنیم بریم. شاید وقتی اسم فئودور داستایوفسکی میاد همه یاد اون قلم سرد و شاهکار فئودور داستایوفسکی میفتن، مثل کتاب‌های شب‌های روشن، قمارباز، جنایت و مکافات و ابله، یا حتی اون افراد فقیر و افسرده داخل کتاب‌ها. ولی تا حالا براتون سوال شده که چطور شد که فئودور داستایوفسکی به این سمت رفت و اینطوری نوشت؟ در اصل همه چی برمیگرده به آوریل 1849 وقتی داستایوفسکی داخل یک گروه مخفیانه ضد تزار و ناسیونالیست بود. وقتی اون و اعضای گروهش رو دستگیر کردن، دادگاه برای داستایوفسکی و سایر اعضای گروه حکم اعدام صادر کرد. در دسامبر 1849 وقتی داستایوفسکی و اعضای گروهش رو به میدان اعدام بردن و همه آماده اعدام شدن اونها بودن، جوخای آتش آماده شلیک بودن و موقع شلیک اعدام لغو شد. وقتی مامورهای اعدام چشمند رو از چشمان داستایوفسکی باز کردن، اون دیگه دنیا رو یک جور دیگه میدید و اون در واقع تلنگر خورده بود. برای همین بعد از چند سال تبعید به سیبری اون الهام گرفت برای نوشتن جنایت و مکافات و سری شاهکارهای دیگه‌اش. میرسیم به نویسنده مورد علاقه من، آلبر کامو. آلبر کامو نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسویه که فکت‌های زیادی راجبش هست. آلبر کامو همونطور مرد که ازش متنفر بود. آلبر کامو برای مردن توی تصادف یک اسم گذاشته بود، مرگ احمقانه، ولی در نهایت خودش توی تصادف کشته شد وقتی توی جیبش بلیت قطار بود. جورج اورول، نویسنده‌ای که به خاطر کتاب‌های انتقادی و سیاسیش غوغا به پا کرده بود. همین اول باید بگم که اسم اصلی جورج اورول اریک آرتور بلر هست و اون لقب اورول رو برای خودش انتخاب کرده بود. باورش سخته، اما اورول که خانواده ثروتمندی داشت به معنای واقعی فقیر شد تا درد مردم رو بفهمه. اون در شهرهای پاریس و لندن بین ظرفشورهای هتل، گداها و بیخانمان‌ها زندگی کرد و کتاب آس و پاس در پاریس و لندن رو بر اساس تجربه واقعی خودش نوشت. جالبه که بدونید جورج اورول کتاب 1984 رو در بستر مرگ و وقتی روی تخت بیمارستان بود نوشت و همین اصرارش به نوشتن این شاهکار رو خلق کرد. و در آخر کافکا، نویسنده‌ای که دوست نداشت مشهور بشه. کافکا در واقع به دوست خودش گفته بود همه آثار اون رو بسوزونه، ولی دوستش پشت گوش انداخت و چه خوب شد برای ما. و در آخر ممنونم ازتون که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. همیشه موفق باشین. میبینمتون.